قطعاً سیمپسون ها یکی از جنجال برانگیزترین برنامه های 3 دهه اخیره، با پیش بینی های عجیب و ترسناک که بعضی از اونا به واقعیت تبدیل شده. از رسوایی فیفا تا اعلام درست ریاست جمهوری دونالد ترامپ، قراره که ترسناکترین پیش بینی های سیمپسون ها برای سال 2025 رو ببینیم. تا انتهای این ویدیو با ما همراه باشید. یکی از پیش بینی های سیمپسون ها پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست. در تاریخ 15 نوامبر 2022 ترامپ اعلام کرد که قرار دوباره برای ریاست جمهوری آمریکا وارد عمل بشه. سیمپسون ها این اتفاق رو در سال 2015 پیش بینی کردند، در قسمتی که خانواده سیمپسون ها به آینده سفر کردند. وقتی شخصیت هومر در حال پروازه، پشت سرش یک تابلو هست که روش نوشته شده ترامپ 2024 و این پیشبینی به واقعیت تبدیل شده. اما پیشبینی های سیمپسون ها به همین جا ختم نمیشه و اونا درباره تکنولوژی هم پیشبینی های عجیبی کردند. یکی از این پیشبینی ها مربوط به هوش مصنوعی. سیمپسون ها در یک قسمت در سال 2012 با نام ون ربات قوی شدن هوش مصنوعی و سلطه اون به دنیا رو به نمایش میذارن. در این قسمت هومر شغل خودش رو از دست میده و رئیسش ربات ها رو جای افراد میذاره و بهتر بودن و قدرتمند بودنشون رو نشون میده. و الان AI داره هر روز قوی تر میشه و حتی ایلان ماسک هم از این وضعیت اعلام نگرانی کرده. همین حالا در ژاپن تعداد زیادی از پیشخدمت‌ها و حتی راننده‌های تاکسی در دنیا شغل خودشون رو از دست دادن و این آمار روز به روز بیشتر میشه. سیمپسون ها پیش بینی کردن از سال 2024 به بعد هوش مصنوعی پیشرفته تر میشه و این باعث آسیب رساندن به انسانها میشه. حتی مهندس گوگل بلیک لموین چیزهای عجیب و رازهای عجیبی درباره هوش مصنوعی افشا کرده که سریع اونو از کارش برکنار کردن تا نتونه بیشتر از اینا رازها رو برملا کنه. یکی از بزرگترین اهداف انسان سفر به مریخ و سکونت در اونه. در قسمت ششم فصل 21 در فیلم سیمپسون ها دولت به دنبال اشخاصیه که به مریخ مهاجرت کنند و خانواده سیمپسون ها داوطلب میشن تا به مریخ مهاجرت کنند. این اپیزود در سال 2015 منتشر شد و نشون داد خانواده سیمپسون ها به مریخ رفتن و قراره که تا سال 2051 که این اپیزود تمام میشه در مریخ زندگی کنند. غیر از اونا هم تعداد کمی آدم موفق به انجام این کار شدند. ولی عجیب وقتی میشه که چند سال بعد ایلان ماسک هم اعلام میکنه که با ایجاد کلونی قراره که تا سال 2050 حدود 1 میلیون انسان رو در مریخ ساکن کنه و از اون به بعد آغاز زندگی انسان بر روی سیاره غیر از کره زمین آغاز بشه. یکی دیگه از پیشبینی‌های سیمپسون ها مربوط به جنگ جهانی سومه. نزدیک به 80 ساله که انسان‌ها نگران وقوع جنگ جهانی سوم هستند. در قسمت‌های مختلفی در این انیمیشن به وقوع جنگ جهانی سوم اشاره شده. با آغاز جنگ روسیه و اوکراین نگرانی‌ها درباره وقوع جنگ جهانی سوم زیاد شد و حتی ادعا شد که در آغاز سال 2024 جنگ جهانی سوم آغاز میشه. اما بعد مدتی این ادعا رد شد و به تازگی جنگ‌های اسرائیل با فلسطین و حتی تنش با ایران باعث شده که گفته بشه جنگ جهانی سوم در اواخر سال 2024 و مخصوصاً سال 2025 شروع میشه. اما چیزی که باعث ترسناکتر شدن این پیشبینی میشه در اپیزود جنگ جهانی سوم که در سال 1983 توسط سیمپسون ها منتشر شد که هومر توهم زده بود و به دلیل مشکلات روانی فکر میکرد که بمب‌های هسته‌ای تمام دنیا رو نابود میکنند. این قسمت وقتی منتشر شد که جهان در اوج جنگ سرد بود و در سال 1991 با فروپاشی شوروی به نفع آمریکا پایان یافت. اما تنش‌های حال حاضر جهان در اروپا و به ویژه خاورمیانه باعث نگرانی مردم شده که مبادا پیشبینی سیمپسون ها به واقعیت تبدیل بشه. پیشبینی دیگه سیمپسون ها درباره سیاه‌چاله است.
برای دیدن این پیش بینی باید قسمت دوم فصل 24 این انیمیشن رو تماشا کنید که در 24 مارس 2013 پخش شد. جایی که نشون میده یک سیاهچاله در شهر نمایان شده و همه چیزو به درون خودش میکشه و نابود میکنه، به طوری که به گفته دانشمندان نزدیکترین سیاهچاله به ما 1560 سال نوری از ما فاصله داره و این موضوع باعث نگرانی شده که نکنه اون چیزی که فکر میکردیم از ما دوره خیلی هم از ما دور نباشه. اسپیس ایکس هم که مالکش ایلان ماسکه امسال در 1 ژانویه 2024 موشکی مخصوص به کاوش سیاهچاله ها به فضا فرستاد و اعلام کرد که مطمئناً باید منتظر اخبار شوکه کننده باشیم. وقتی اسم زامبی ها رو میشنویم فکر میکنیم که اینا همش تخیله و اونا فقط توی فیلم ها وجود دارن، اما سیمپسون ها برای زامبی ها هم پیشبینی های عجیبی کردند. در اپیزودی اونا نشون میدن که مردم زامبی شدن و شروع به خوردن هم نوع خودشون میکنن. شاید با دیدن زامبی ها در فیلم های دیگه نگران نشیم، اما وقتی چنین تصاویری در انیمیشنی میبینیم که نامش با پیشبینی گره خورده باعث ترسناکتر شدنش میشه. شاید الان ویروس زامبی در دنیا وجود نداشته باشه، اما دانشمندان در سالهای اخیر انگلی رو کشف کردن که با خوردن هم نوعش زنده میمونه و علاقه به خوردن هم نوعش داره. به نظرتون این انگل در سالیان آینده این پیشبینی سیمپسون ها رو واقعی میکنه؟ داخل کامنت ها نظر بدید. و یا حتی به نظرتون این پیشبینی های سیمپسون ها در سال 2025 و سالیان آینده اتفاق میفته یا نه؟ برای حمایت از ما کانال ما رو سابسکرایب و این ویدیو رو لایک کنید.